مردم دفعه کردن پیش پاکی شده بر خاندان تماشاگران کرندیفا مدیا. امیدوارم که خوب هستید، سلامت هستید. و امروز 27 فوریه 2022 راه سفرمون ناحیه خراسان. من دو مرتبه سفر داشتم، اما چیز سبب نشد که من از اونجا ویدیو کنم و اینا یک سبب هست. اینم با قول یک دلیر پرس کنفرانسی اسمت الله عبدالله. اکی دلیر اکی عبدالرحمن و اکی عبدالعزیز. صحبت هم می شود، صحبت سری راهی با قول دیگه راه و راه صحبت میکنیم و هم از خراسان دیدن میکنیم و هم صحبت های 3-4 ژورنالیست رفتیم. اول راه هر کسی که پرس کنفرانس را نفهمید، یعنی این پرس کنفرانس هم خیلی شوخی است و یعنی اویله دارشوی است. نفری که گفتم اسمت الله 22 سال دارد، 21-22 سال دارد و الکی اویله داشته است. و در این 4 نفری که روی سفر داریم، یک من مجردم و اینها دیگه همه پیری کار دیده و یکمین سوال موضوع سری راهی همین که خوب است که جوانها در سن 22-25 اویله دار شوند یا چیزی دیگر. اکی عبدالعزیز من خودم که دیرتر اویله دار شدم، فکر میکنم که حالا فرصت هست حداقل بعد از 27 اگر اقدام کنند برای خانه‌دار شدن خیلی خوبتر است. تا آن وقت شاید هم مستقلیت اقتصادیشان تامین میکنن، هم یک نوع چشمشان گشاده میشد برای زندگی، پخته تر میشوند. نظر من همین است، بهتر است که پس از 27 به اون طرف. اکی عبدالرحمن او که در سن 22 سالگی برادر ما حالی اگر زن بگیره خب نرمال است با فکر من. اگر با شرطی که از شرایط اویلویش خوب باشد تواند که تامین کرده خوب است. یکی اگر باز کریر بچه که جوانکان باشد نرمال است، هر قدر بر وقت باشه با خوبتر است با فکر من. برای که بچه در بچگی میگن برای آینده کردن در کرد. مثال اگر شاید که بر وقتر مفاد خود بنفقه باید و بچه ها کار میکنن. من در تقویت فکرهای اکی عبدالعزیز همین 30 سال با بالاتر میکنم از 30. واقعا چند وقتی خود در این باره فکر میکنم، میگم هرچی جوانای ما را میانشون میشکنند، همین عرف و عادت هایی که پدر و مادر عزیز من دارن ما را هم به جوانی اویله دار میکنن، خانه من جدا میکنن، دیگه خرید میدن دوی اسب به قوله. خب میگم که بچه ها از 18 تا 30 دانشگاه بخونن، صاحب ماشین، خانه، یک سودا، یک جای کار، کریر بسازن تا 30 سالگی 29-30 زن بگیرن تا 40 سالگی مرد اویله باشن. از 40 تا 60 خدا عمرشون داده باشه فرزنداشون رو تربیت کنن. اون طرف دیگه خدا عمر بینه بعد دولت پیری دیگه. من همین میخوام از 30 بالا. بعد دلشاد خودش چند زن گرفتنی عجیبه. کجا برای دلشاد پرسه؟ بیاد کامera طرف تا دلشاد خودت چند کی اویله دار شدنی؟ من میخواستم که همین سال بگیرم اما گفتی یا نه؟ نه حالی. خب دخترایی که آبونه چی هستن دلشاد مجرد چیزو میگن دیگه آبونه دلشاد خدا خواهد که بسیارتر میشه. مجرد از مجرد. اما چی است وقتی که درباره این گفتیم که باید که به نظر من از 27 بالا باشد، به این معنی نیست که من در مجموع گفتم که اگر همین اقدام کنند بهتر است، اما این به این معنی نیست که ما حاضر اسمت الله را تبریک نکنیم.
جشنش مبارک باشد عروسیش. اسمتالله رفساده ما همه وقت موفق باشد، سربلند باشد و دو کسا خوشبخت باشند. مهمترین چیز خوشبختی سلامتی است، دیگر همش میشه. اسمتالله جون خطب زنجیر خطی باست یکو تمام همه خیلی دار. اسمتالله من نمیدونم چی گپه. خلاصه یوتیوب فراموش نکی، ما کتی که عبدالعزیز در یوتیوب کارهای زیاد داریم نکردن، باید انجامش بدی. اسمتالله بچه تکنیکی یوتیوبی ما با این خودی کوروش سوس میشه را بفهم بعد زنگیره حتما کوروش سوس میشه نکی خیلی به نظر بیا که اینو رو. من یک حادثه دیگر است، اون چی که از تجربه وقتی که من خانه داشتم، بعد از چند روز وقتی کار برآمدم، بعد دوستا پرسیدند که خیر چی بود است. این من گفتم تماما نشد. همین هر بیگاه وقتی میخوایی که یک برای فوتبال رفتن یکم لباسی کهنه پیدا کنی که فوتبال برای یکم لباسی کهنه نیست، همه چیز شسته ته کردگی ماندگی. یک قسمت بعد زنگیری میمونید که اینجاش خرچی میکنی، بعد زنگیری چی گپ میشه؟ شما دا که یگان کلینی با توفیق رسیدگی بدست از بای خیلی بود. ما استودنت بودیم، این هفته با او هفته میرفتیم همه خیلی. من 23 سالگیم در زن گرفتم، یکی در همون شب روزه که من زن گرفتم در 23 سالگی گویا که من همه دیر زن گرفتگی بودم بین بچه‌های قشلاق. با سن سال 18 با زن میگرفتن دوره ما میبستم با زن. چی ادامه گپ که کی باید اویله داشتم گفتم همین سال میگیرم، نکی نشد، یعنی که جای کار عوض کردم و با قول پلانکه نقشه موندیم با 25 و نمیدونم تا 25 با آزادی مولوی میرسیم، صاحبی حداقل ماشین بشیم، اگر نصیب میگیریم، اگر نه پس یک سال دو سال دیگر بار زیادتر میشود. وزارده ادامه تا هم سی ما گفتگی میرسی. در مورد سی گفتگی شما که دلیر اگر تا سی رویم، مثال نقشه کلان در سی مانیم، عادت نمیکنیم به تنهایی و فکرتان؟ نه عادت نمیکنیم. خون یک چیز هست که خودشون بیا میگه پیشت. نه که من چند های میدونم که میگن و قول اونو میخواهن، یعنی وقتش که نتونستن 25 حداقل 25 نتونستن اویله دار شدن، وقتی که 30 ساله شدن دیگه به همین تنهایی عادت کردن و دیگه نمیخواهند که زندگیشون رو نه یک خودفریبی بیش نیست. نه من یک از تجربه میگویم، از تجربه میگویم که لذت دنیا زن و دندان بود. بوی مرگنم خوشرو میگه لذت دنیا زن و دندان بود. هر قدر بر وقت زن گیرید خوبتر است. که عبدالرحمن جان اخی بچه نو دانشگاه خونده، شما آدمای دوره شوروی زندگیتون سیر و پر بود، خدا را شکر یار دم میکردن خشتا بر حالی میونی بچه میشکنه. نه بچه تمام کنه دانشگاه. اون نو کار در اومده است. 90% بچه ها 3-4 تا بچه هن، خونه و در ندارن، جای کار معاش 1000 سومه دارن، میونشون میشکنه. اکا جون خب میشکنه چیکار کنیم موقع؟ خب بعد این خیلی که باشد همون وای میشود، همون انکدوت موی سفید میشود. چی؟ دیر که زن گرفتی بعد همون موی سفید انکدوت است که با همون میشود. نه خب من میگم دیر نه، همین سی. خب این بحث خلاص سی نرمان سی یا؟ خب من گفتم یا بالا کده روزی کده شرایطی وزیره با نرمان سی. صحبت سر راهی ما ادامه دارد با مردم بزرگای ملت و قاره و در راه سفر اکای دلیل را میگونه چی دارن که وطن دیگره. بخوام که در کانال دیفامیت وطن دیگره چندش آمده که؟ دیگره 5 سال نیستین؟ خب اکی عبدالرحمن بلیچ کنم این ایده وطن دیگره. از شما سر کنیم بلیچ که همین داره. از دلیل خودش سر کنیم. نه چی میگه وطن دیگر است؟ اگه سوال داری؟ برای چی وطن دیگر است؟ برای چی وطن دیگر است؟ اکی عبدالرحمن میخواد ادبیش جواب ده، با من دیگر ایش میگم. وطن دیگر است، در حقیقت وطن دیگر است. همین یک باد و هوای وطن دیگر است. یعنی یک میدونی
همین ما خیال میکنم که باد و هوای وطن رنگ نفس مادر است. خیلی که مادر فرزند رو لمس میکنه. در نظر من همین باد و هوای وطن همین است. برای همین میگم که وطن دیگر است. همین آبی که می‌نوشه شرکتش تبلیغ نشوه، شاید از این شیرین‌تر، شاید از این صافتر، پاکتر، بامزه‌تر آب در روی دنیا باشه، ولی خودت هفلخ که وقتی که خون و رگ و پوست این آب که عادت کردگی است، هر جای دنیا برای مزه همین آب با میکنی میگی چه آبی وطن دیگه میگی مزهش نه که در حقیقت آبش دیگه میگی جرا با آب وطن ما در حقیقت دیگر است. صد دیگه جمعه روید صد دیگه دولت ها سفر میکنیم میریم آب میخریم. وقتی آب ما را نگاه کنه کاناوی میکنیم آب میخریم دیگه. ای خیلی مثلا من نمیگم که وطن دیگر است، وطن دیگر است. اکیا بر دیگر ای بگو وطن باز دیگر است. میگم صد بار میگم که وطن دیگر است. نه دیگر ای وطن دیگر است. همین از وقتی که همین ایده پیدا شد وطن دیگر است که عبدالرحمن میگه ایده خوبه ولی وطن دیگر است. گفتم نه یک با دیگر ای بو خیلی جگری میشه ده. جگری میشه. گفتم وطن دیگر است به خاطر آبهاش. ها از کجا پیدا شده بوده که این هم تو گپی مردمی است. هم تو گپی مردمی است. بین مردم زیاد استفاده شده لهجه. یکم ویدیوتون با فکر حسار ده بود نه؟ نه یکم ویدیوی من در نورآباد بودگی است. وقتی که ما از این شهر شلوغ و پرابلم های اقتصادی و سیاسی و کرونا ویروس بود اینا بود و وقتی که من به نورآباد رفتم در درآمدگاه نورآباد در ماه می بود اپریل بود یک سبززار دیدم و آواز پرنده ها بود. یک چیزی طبیعیه که من فقط در فیلم ها میدیدم شه و اینا با چشمم دیدم. بعد همین به طور اتوماتیک گفتم که واقعا وطن دیگره. بسیاری میگن که شما برای تسکین دلتان میگوید که وطن دیگر است. مثلا هست که دیگر جا خوبتر و زیباتر و خوشروتر و مثلا آب شیرینتر است، لیکن بگذار کسی چه خیلی فکر میکند بکنه که برای من وطن دیگر است. زنده باشه که دیگر است. خیلی که عبدالله سر روله که یادش میگه همین جمله که وطن دیگر است داشت دیگه هر کس که به هر معنا میفهمد فهمیده انگیدد. این معناش زیاد است. واقعا وطن دیگر است. تمام دیگر این شما هم دیگر ای نمیگین کی با چی طرز میفهمد چه درک میکند اینش دیگه با همون چی میگن عقل و ذکاوت هم آدم وابسته میشه. بگو شما هم دیگر ای نمیگین دیگر است میگین. امروز دیگر است میگیم و شاید دفعه دیگر این جیگری شما دیگر ای که مردمیشه واقعا خیلی نیشه دیفومیدیا خودش داره. وطن دیگره با سفرها و با تویها و با هر یک مراسم وطنی که ما داریم و روز و روزگار یک شما خوش دیگر ما میرویم اشتراک میکنیم در کنفرانسی عبدالله، یعنی در توی خورسندی عبدالله اسمت الله درسترش. من آن وقت اسمت الله عبدالله یک جای میکنم و تا سفرهای دیگر و جا از مراسم توی اگر شد برای شما میارم، اگر نه خدا نگهبانتون. نوارها از توی اسماعیلو بگذار که در خودش ماند، اما یک چیز باید قید کنم که بغیر از اون که ژورنالیستایی که با اسماعیلو شناس هستند و همکار و دوستش هستند با تبریکش رفتند، یک ژورنالیست خیلی شناخته با نام احمد شاه کامل زاده که امیدوارم شما میشناسید، این نفر اسماعیلو را تبریک کردن. و یک چیز دیگر باید بگم که برای توی اسماعیلو همچنین یک چند نفر از ایران مهمان آمده بودند به شهر دوشنبه، اما برای تبریکاتی همراه با شهناز کامل زاده رفت آمدن به خراسان و خیلی سرودهای عجیب و غریب خواندند. امیدوارم که شما بعد این نوار اون تماشا میکنید و از هنر و استعداد آنها خودتان بهره‌ور خواهید شد. رفتیم ادامه نوار را میبینیم، امیدوارم که تا آخر تماشا میکنید. از نام همه اهل نشست، دوستان، رفیقان، همکاران و همنشینان نی اسماعیلو امروز در اینجا جمع آمدن، همچنین یک گروه هنرمندای بسیار خوب و معروفی دوستای ما از ایران، از خراسان آمدن که این منطقه هم خراسان هم دارد. ما در مجموع یک جای هممان اسماعیلو عزیز را با مناسبت
ازدواجشون با مناسبت بزم عروسیشون صمیمانه مبارکباد میگیم برایش زندگی خوب و خوش و گوارا آرزو میکنیم. همچنین آرزو میکنیم که یک خانواده خوب و یک خانواده بسیار با سلیقه و آزاده و بسیار برجسته برای این ناحیه و برای تاجیکستان ایجاد کنند. زندگیشون خوب، پر از فرح، پر از شاد باشن و پدر و مادر بزرگوارشون و این روزی خوب و این روزی مناسب صمیمانه مبارکباد میدیم. بالای خواندمونه نشه. چرا نالی ای بلبل که داری 100,000 گل، بنالم من که یک گل دارم و 100 باغبان دارم. گفته بودم چه بیاری غم دلبار از تو بگویم. گفته بودم چه بیاری غم دلبار تو بگویم. چه بگویم غمم از دل برود چه بیاری. من ندانستم از اول که تو بیمهر و وفایی. احباب هستن از آن که ببندی و نپاری. احباب هستن از آن که ببندی و نپاری. نتوانم زدن از دل رقیبم. حلقه بر در نتوانم زدن از دل رقیبم. این توانم که بیایم به محلت بگداری. من ندانستم از اول که تو بیمهر و وفایی. احباب هستن از آن که ببندی و نپاری. که ببندی و نپاری. میدا 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 رقصیدن آش میدا. میدا 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 رقصیدن آش میدا. میدا 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 Maida, 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 bandina nos maida. Maida, 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 rasida nos maida. Maida, 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 rasida nos maida. Maida, 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 bandina nos maida. Maida, 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 bandina nos maida.
عشق خواستم این گیرم تو خریدی دخترم چون مجنون پا به زنجیرم تو خریدی دخترم جوان بودم که خواهان تو داشتم دخترم خدا پیرت کند پیرم تو خریدی دخترم جان 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 نکن ناز نکن خیلی مارا جان سکمی تو خیلی باز نکن خیلی مارا بهار دخترم سال دخترم بهار عاشقان دیدم بهار دخترم بهار دخترم سال دخترم بهار عاشقان دیدم بهار دخترم چه حاصل دخترم و پهلویت نمیشینم چه حاصل دخترم درخت حسن تو گلزار گشته دخترم از آن گلها نمیشینم چه حاصل دخترم دخترم جان هی دخترم جان من نکن ناز نکن خیلی باز جان سلمی بیتری نمی باز نکن خیلی باز بهار دخترم لال سال دخترم بهار عاشقان دیدم یار دخترم بهار دخترم بکشیم کار دخترم بهار عاشقان دیدم یار دخترم نرود عشق تو هرگز از دل من عاشق نشوی که عاشقی درد سر است هر جا که بود عاشقی با چشم تر است مجنون بیا باز مجنون بیا باز بر سر کوی وفایت منزل من بر سر کوی وفایت منزل شما یا سوال ما پیش دوستان راستان باشی ای گل بیاریم گلی
امیدوارم که امروزه نواری که براتون پیشنهاد کردم به دردتان خورد و کمی هم باشد فراغت کردید و همچنین شما میتونید تماشابینان کانال دیفا میدیا وارد بشوید به پلیلیست و اونجا شما رو صفحه نوارهای کوتاه هست که اونجا نوارهای خیلی کوتاه هم برای شما، همچنین صفحه دیگر هست که نام دارد سیاحت و کارهای دهه که اونجا من کجای سفر کردم و یا کار دهه را انجام دادم و همچنین هست صفحه هنرکده که از اون از تئاتر و از سرایندگی و از عموما به هنر چیزی که به هنر داخل دارد برای شما پیشنهاد کردم. از اون نوارها هم دیدن بگیرید و اگر پسندتون آمد تگمه اولی را پخش کنید و اگر میتونید که با دوستان کانالتون هم بفرستید. شعار دیفا میدیا همین است: دیفا از خاطرات رنگین. کوشش کنید که روزی خود تاریخی گذرونید و کوشش کنید که خاطره های رنگین خود همیشه یاد بکنید. خدا نگهبانتون و تا نوارهای دیگر پیگیر صفحه دیفا میدیا باشد.